سلام به دوستان گل رفقا، حالتون چطور؟ خوشم من کار فیلم زمین کانال خودتون. آقا تو این ویدیو یه فیلم لایو اکشن جدید رو بهتون معرفی کنیم. فیلم جدید ماینکرافت. فیلم ماینکرافت اگه یادتون باشه من یه ویدیو درباره این فیلم ساخته بودم و درباره تریلر قبلی نظرهامو داده بودم. همین که دیدیم تو تیزر قبلی فیلم ماینکرافت خیلی بد بود و همه رضایت کامل رو از این فیلم نداشتن. اما این تریلر رسمی فیلم ماینکرافت که اخیرا منتشر شده باعث شده که بسیاری از طرفداران احساس کنن که نسبت به فیلمی که برای تیزر قبلی ساخته میشه خیلی خشونت رفتار کرده. این تریلر تعداد زیادی ارجاعات جدیدی رو معرفی کرده و نسبت به تیزر قبلی پیشرفت بزرگی محسوب میشه. این تیزر ارجاعات متعدد و استراک‌هایی رو ارائه کرده که به نظر میرسه طرفداران بازی ماینکرافت از این فیلم خیلی خوششون اومده و از اون لذت بردن. پیش از این تیزر قبلی این فیلم حس ناراحتی رو در بین بازیکنان و طرفداران این بازی محبوب ایجاد کرده بود، ولی اون تیزر قبلی از این لایو اکشن توجه منفی زیادی رو به خود جلب کرده، زیرا گیمرها نمیتونستن باور کنن که چه اثری با ارزش تا این حد بد به نظر بیاد. خب قبل از این ویدیو لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کامنت زنگ فراموش نشه. کانال جای شنیدین کانال کامنت ها میشده هم تو دیسکریپشن قرار دادیم. در ضمن هر موقع فیلم مثلا آنلاین پخش شد سریع کانال ما سنگ قرار میدم. خب بزنیم بریم برای ادامه ویدیو. و اما بازیکنانی که در این فیلم حضور دارند جیسون موموا، جک بلک، اما مایرز، سباستیان یوجین هانس، دانیل بروکس و جنیفر کولیچ هستن. بقیه اسامی ماجراها رو توی کپشن واسهتون نوشتم. فیلم ماینکرافت بازیگرهای خوبی داره، یه بازیگر پرستاره و چند بازیگر محبوب. تریلر جدید ماینکرافت مجموعه بزرگی از اشارات به عناصر درون بازی و استراک‌ها است که به نظر میرسه طرفداران این رو دوست دارن. این تریلر همچنین آناگونیست‌های اصلی رو معرفی کرده و یه نگاهی به بازآفرینی فیلم از دنیای سند داشته است. شاید مهمترین چیزی که این تریلر رو خوب کرده و بیننده‌ها راضی بودن استفاده از موسیقی C418 بود که اغلب برای محبوبیت بازی در نظر گرفته میشه. آقا به طور کلی بهتون بگم اکثر بازیکنان و بینندگان از پیشرفته تریلر جدید راضی بودن و مشتاق تماشای نهایی هستن. به نظر میرسه اصلاح در طراحی ماپ‌ها و همچنین ارجاعاتی که در ریشه خود بازی قرار داره ترفند جادویی رو روی طرفداران بازی به کار برده است. و اما حالا میرسیم به تاریخ اکران. آقا اکران این فیلم قراره تو سال 4 آوریل 2025 باشه. چیز زیادی به تاریخ اکران نمونده. تو تیزر قبلی فیلم خیلی ناراضی داشتیم ولی من خدایی خوشم اومده بود. احتمال یکی از ژانرهاش کمدی باشه، یعنی از لباس پوشیدن جیسون موموا معلومه که چی باشه. احتمال یه لایو اکشن موفق بشه و اگه همچین اتفاقی بیفته بازی ماینکرافت پیشرفت خیلی زیادی میکنه. رسیدیم به آخر ویدیو. اگه از این ویدیو خوشتون اومد کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کامنت زنگ فراموش نشه. کانال جای کامنت ها میشده هم تو دیسکریپشن قرار دادیم. در ضمن هر موقع فیلم مثلا آنلاین پخش شد سریع کانال ما سنگ قرار میدم. خب پس تا ویدیو بعدی خدا یارو نگه دارتون باشه.